بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر و مهربانم، امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از این کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه مقدسی از شرح شیخ ابن عثیمین رحمه الله تعالی، در این مکانی که ما رسیده بودیم، رؤیت المؤمنین لربهم یوم القیامه، دیدن مؤمنان پروردگارشون رو در روز قیامت. در اینجا ما قرار گرفته بودیم دیدار مؤمنان پروردگارشون رو در روز قیامت. شیخ میفرماید ابن قدامه: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. مؤمنان در روز قیامت با چشمان سر خود پروردگارشان را میبینند، با او سبحانه و تعالی ملاقات میکنند و با او سبحانه و تعالی گفتگو میکنند و او الله سبحانه و تعالی با بندگانش نیز سخن میگوید. و دلیل این گفته ها قول الله سبحانه و تعالی در سوره قیامت است که الله میفرماید: وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. روح‌های در آن روز، روح‌هایی که در آن روز نورانی خواهند بود، بر روی پروردگار خویش نگاه میکنند، بر روی پروردگار خویش نگاه میکنند. در سوره قیامت آیات 22 آیات 23. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره مطففین آیات 15 میفرماید که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هرگیز چنین نیست، هر آینه آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان محجوب شونده خواهند شد. این آیه کریمه دلالت بر اینه که مؤمنان موحدان در روز قیامت پروردگار خود رو میبینند، اما کافران در آن روز الله خودش رو از آنها میپوشاند. میفرماید شیخ که فلما حجب اولئک فی حال السخط، هنگامی که در حالتی که الله بر آنها غضب کرد پوشانده شد، یعنی این دلالت میکند که کافران در حالت غضب الله سبحانه و تعالی از دیدار او محروم میشوند، از دیدار او سبحانه و تعالی محروم میگردند، چون الله سبحانه و تعالی بر این کافران غضب کرده است، بر این کافران در آن روز، در روز قیامت غضب کرده است. در حالی که مؤمنان در حالت رضایت او می باشند، اگر چنین نمی بود پس بین این دو گروه هیچ فرق نمی کرد. برای هم می فرماید قال نبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: انکم ترون ربکم کما ترون هذا القمر. بعد روزی که شما پروردگار خود رو می بینید چونه که این ماه رو می بینید، در این حدیث مبارک می فرماید که قال نبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انکم ترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته. همانا به درستی که شما پروردگار خود رو میبینید، همان طوری که این ماه رو میبینید، بدون هیچ گونه مشکلی در دیدنش. این حدیث را بخاری و مسلم از روایت جابر بن عبدالله روایت کرده هستند. و همچنین میفرماید ابن قدامه که و هذا تشبیه للرؤیة بالرؤیة لا للمرئی بالمرئی فإن الله لا یشبه له ولا نظیر. میفرماید ابن قدامه که این تشبیه است برای رؤیت، یعنی برای دیدن رؤیت با رؤیت، نه برای مرئی، یعنی که آن چیزی که دیده میشود. با مرئی یعنی که الله متعال هیچ شبیه مانند ندارد. ابن عثیمین رحمه الله تعالی در این حدیث دیدن الله را با دیدن ماه مقایسه میکند، یعنی مانندی روشن و آسانی در روند دیدن، چون یک تو آشکار و واضح روشن ماه را میبینی و این قیاس تنها در باره صفات دیدن است، نه شباهت مانند بین الله و آفریده ها مخلوقات. زیرا الله متعال مانند و همتایی ندارد، چون که الله میفرماید لیس کمثله شیء، مثل مانند پروردگار هیچ کس و هیچ چیزی نیست. پس این حدیثایی که بیان کردیم، این حدیث ها مربوط به دیدار الله سبحانه و تعالی است. و همچنین از عالمان اهل سنت و الجماعت به این تاکید نمودند، و مثل ابن قیم و همچنین ابن ابی عز در شرح عقیده طحاویه و ابن حجر در فتح بیان کرده هستند. پس معلوماتی که درباره متوافر بودن حدیث ها یا متواتر بودن احادیث ها، هم بودن احادیث ها هم برکثرت بودن احادیث ها، حدیث های متواتر آن حدیث های میگویند که با روایت های گوناگون از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هستند. اینا را حدیث های متواتر میگویند. و آن حدیث های میباشند که شماره زیادی راویان با اعتماد آنها را روایت کرده هستند و امکان ندارد که
همه آنها در یک خطا یا در یک دروغ واقع بشوند. پس حدیث های دیدار الله سبحانه و تعالی که بندگان در روز قیامت پروردگار خود را میبینند از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با سندهای صحیح روایت شده است. علما می‌فرمایند که این حدیث ها با درجه متواتر رفته رسیدند، اینکه گروه از عظیمی از صحابگان این را روایت کرده هستند، گروه برای ما آمده رسیده هستند. و این در باب دیدار الله سبحانه و تعالی در روز قیامت تأکید کننده عقیده اهل سنت و جماعت است که مؤمنان در روز قیامت الله سبحانه و تعالی را با چشم سر خود خواهند دید. و ابن قیم رحمه الله تعالی حدیث های زیاد را در این موضوع جمع آوری کرده است و ابن حجر همچنین در فتح الباری شرح صحیح بخاری و اثبات احادیثی که در این روایت شده است متواتر را اشاره کردند. پس مسئله دیدن مؤمنان پروردگار خود را در آخرت اما در این اتفاق است، بجز یک گروه اندکی از مردم این را مخالفت کردند، مثل شیعه ها که آنها هرگز الله را نخواهند دید در آخرت. پس دیدن الله سبحانه و تعالی در دنیا، در این دنیایی که ما در قید زنده هستیم، دیدن الله در دنیا این ناممکن است به هیچ نفری، حتی بر پیامبران هم. و دلیل این که دیدن مؤمنان پروردگار رو در این دنیا به هیچ کسی، حتی بر پیامبران هم این ناممکن است، دلیل آن گفته الله سبحانه و تعالی بر موسی علیه السلام که موسی علیه السلام از پروردگار دیدار خودش رو طلب نمود. الله فرمود لن ترانی، هرگز تو مرا نمیبینی، گفت نمیبینی مرا، گفت هرگز مرا در این دنیا نخواهی دید. و این قول الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف یک ردی قطعی است برای ناامکان بودن دیدن الله سبحانه و تعالی در این دنیا، زیرا چشمان انسان برای دیدن چنین چیزی توان ندارد، قدرت ندارد و چشمان انسان یا خود انسان در این دنیا برای توان دیدن الله سبحانه و تعالی را الله را برای این در این دنیا این قدرت نداده است. اما دیدن در آخرت، یعنی دیدار الله سبحانه و تعالی در آخرت از روی عقیده اهل سنت و الجماعت با قرآن و حدیث و اجماع امت ثابت است که در آن شک و ریب و تردید نیست. و قول الله سبحانه و تعالی را خوانیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در سوره قیامت که چهره‌های در آن روز، چهره‌های درخشان در آن روز پروردگار خود را به سوی پروردگار خود می‌نگرند. و این آیه کریمه واضح روشن اثبات می‌کند که مؤمنان پروردگار خود را در روز قیامت خواهند دید. و قول الله سبحانه و تعالی کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، هرگز چنین نیست، آنها در آن روز از دیدار پروردگار محروم خواهند بود، الله آنها را خود را نشان نمی‌دهد. پس وقتی که الله سبحانه و تعالی دیدار خود را از کافران بر کافران محروم می‌سازد، در حالی الله بر آنها خشم کرده است، این دلیل بر آن می‌گردد که مؤمنان در روز قیامت بر دیدار الله سبحانه و تعالی مشرف می‌گردند. وگرنه بین این دو یگان فرق، یگان تفاوت دیگر نمی‌کند. اما حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که روایت بخاری و مسلم است، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته، شما پروردگار خود را حتما خواهید دید، حتما پروردگار خود را خواهید دید چنانکه این ماه را می‌بینید و در دیدن این یگان فشار، یگان شبهه‌ای نخواهد داشت. بارک الله فیکم. اما در مورد دیدار الله سبحانه و تعالی، در مورد اتفاق سلف، اجماع امت، علما از پیشوای اهل سنت و الجماعت بر آن اتفاق دارند که مؤمنان پروردگار خدا در آخرت می‌بینند و این دیدار مؤمنان پروردگار خدا دیدار حقیقی است، حقیقی که به شأن الله سبحانه و تعالی این شایسته است. اما اهل تعطیل باشد، همیشه انکار کنندگان صفات الله سبحانه و تعالی، آنها این آیه های دیدار را چنین تفسیر کردند که مراد از این دیدن ثواب الله است، دیدن علم و یقین است، اینکه فهم معرفت الله است، اینکه هر چیز تعبیل اهل تعطیل همیشه تعبیلات نادرستی را در خود دارند. و شیخ می‌فرماید که ما در مورد تعویل پیشتر در قاعده چهارم این رو بیان کرده بودیم، در درس گذشته که ما رو بیان کرده بودیم. اما در مورد تعویل دوم به معنای علم، دیدار الله رو به معنای علم، به معنای یقین، باوری، فهمی میکنن، در حقیقت برای نیکوکاران ابرار میگویند، ابرار نیکوکاران میگویند. این برای نیکوکاران این علم و یقین در این دنیا برای آنها میسر میگردد و حاصل میشود. حتی برای بدکاران، یکی فاجران، برای آنها چیز بعضی از علم چیز فراوان میشود، صاحب علم دانش ملکه هستند. از این رو شرح میکنه که این گونه تعویل ها باطل هستند، اساس ندارد. پس خلاصه کلام دیدار الله سبحانه و تعالی در آخرت این دیدار حقیقی است، با شأن او سبحانه و تعالی مناسب است و بدون هر گونه تشبیه و تعویل، دور از هر این گونه چیزها.
و شیخ میفرماید که برای جواب مفصل رد بر این اهل تعطیل و این مخالفان مسئله دیدار الله سبحانه و تعالی در روز قیامت میفرماید که میتوانید به کتاب‌های زیرین مراجعه نمایید. کتاب هادی ارواح از ابن قیم که ابن قیم رحمه الله تعالی مسئله دیدن الله سبحانه و تعالی را در آخرت با دلیل‌های از قرآن و سنت بررسی کرده است. یک جوابهای مفصل از بر اهل تعطیل و تعویل داده است، برای آن کسانی که دیدن الله سبحانه و تعالی را انکار می‌نمایند و تعویل می‌کنند. همچنین می‌فرماید شیخ که اگر شما در این مسئله باز وسیع‌تر معلومات بگیرید، می‌توانید بر بحث‌های چقرتری که عالمان اهل سنت و جماعت در این کدگی هستند، مثلا بر کتاب شرح عقیده طحاویه از ابن ابی العز الحنفی مراجعه نمایید. چون ابی العز الحنفی کلام امام طحاوی را درباره اثبات دیدن الله سبحانه و تعالی از جانب مؤمنان در روز قیامت شرح داده است و یک شرح واضح بیان خیلی زیبایی هم کرده است. اگر زنده و سلامت باشیم این کتاب عقیده طحاویه را از ابی العز الحنفی ان شاء الله که ما در آینده با همراهی شما میگیریم. بسیار یک کتاب زیبایی است و این ابی العز الحنفی تاکید کرده است که دیدن حقیقی است، با بزرگی و جلالت و عظمت الله سبحانه و تعالی مناسب است، نه از جنس مجاز یا که تعویلی که این تعویلگران میگویند. و همچنین دیگر کتاب میفرماید مراجعه نمایید در این واسه باز بیان کردن در کتاب دلایل قرآن و اثر در رؤیت الله سبحانه و تعالی با بصر، با چشم از عبدالعزیز ابن زید الرامی. میفرماید که این تحقیقات، این کتاب‌های زمانه‌ای، کتاب‌های نو هست که با دلایل قرآن و احادیث‌ها دیدار الله سبحانه و تعالی با چشم در روز قیامت ثابت می‌نماید، بیان کرده هستند. یعنی بحث طولانی کلان از روایت‌های صحابه و تابعین جمع‌آوری کردند و مؤلف شبهه‌های این مخالفان را نیز رد می‌نماید، جواب‌های علمی هم می‌دهد. برای شیخ نصیحت می‌نماید که بسوی این کتاب‌ها شما چیکار نمایید، در این مسئله باز بگردید، از اینها فایده‌های بیشتر و نیکوتر رو هم خواهید گرفت. اما مسئله دیگری که در اینجا از این کتاب مبارک سخن می‌رود در بیان القضاء و القدر. بعضی از خواهران سوال کردند، اکنون در اینجا در مسئله بیان قضا و قدر سخن می‌رود، قضا و قدر. و می‌فرماید شیخ ابن قدامه که من صفات الله تعالی انه فعال لما يريد لا يكون شيء الا بإرادته ولا يخرج شيء من مشيئته ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. یکی از صفات‌های الله متعال آن است که او فاعل هر چیز است، کننده کار هر چیز است، هر چی که می‌خواهد انجام می‌دهد و هیچ کس و هیچ چیز بدون اراده او رخ داده نمی‌تواند. هیچ کار، هیچ چیز بدون اراده او رخ نمی‌دهد و هیچ کس و هیچ چیز از مشیت او خارج نیست، از اراده او خارج نیست و در عالم هیچ چیز نیست که از تقدیر الله بیرون باشد. هیچ چیز از تقدیر الله بیرون نیست و همه چیزها از تدبیر و اراده او سبحانه و تعالی سرچشمه میگیرد و هیچ کس از آن تقدیر معین شده الله سبحانه و تعالی گریخته هم نمیتواند و هیچ چیز از آن چی که در لوح المحفوظ نوشته شده است بهتر نخواهد بود. و میفرماید که الله همه آنچه که انسانها انجام میدهند میداند و الله همه آنچه که انسانها انجام میدهند میخواهد. اگر الله سبحانه و تعالی میخواست همه انسانها را محافظت میکرد تا از او سبحانه و تعالی نافرمانی نکنند و اگر او سبحانه و تعالی میخواست همه انسانها را به عبادت خود وادار میکرد و او سبحانه و تعالی مخلوقات ما و اعمال عملهای ما را آفرید و رزق و امورهای ما را نیز معین کرد و او سبحانه و تعالی هر کی را میخواهد با رحمتش هدایت میکند و هر کی را میخواهد با حکمتش گمراه میسازد. الله میفرماید لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، یعنی او سبحانه و تعالی از آنچه که انجام میدهد پرسیده نمیشود. الله از آنچه که انجام میدهد پرسیده نمیشود ولی آنها یعنی بندگان از آنچه که انجام میدهند پرسیده میشوند. در سوره انبیاء و فرموده الله سبحانه و تعالی ان كل شيء خلقناه بقدر، ما همه چیز را با اندازه با تقدیر آفریدیم. در سوره قمر. و همچنین الله میفرماید و خلق كل شيء فقدره تقدیرا، و هر چیز را الله آفرید و برای آن اندازه را معین کرد، در سوره فرقان. و نیز الله میفرماید که و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هیچ مصیبت در زمین و در
جانهای شما رخ نمی‌دهد مگر آنکه پیش از آفریدن آن در کتاب در لوح المحفوظ نوشته شده است. سوره حدید. و همچنین الله سبحانه و تعالی می‌فرماید و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. پس هر کسی را که الله بخواهد هدایتش کند سینه اش را برای اسلام باز می‌گرداند. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. و هر کی را بخواهد گمراه سازد سینه اش را تنگ و فشرده می‌کند. در سوره انعام آیه 125. و همچنین ابن قدامه در اینجا بعضی از اقوال دیگر رو می‌آورد، می‌فرماید که و روی عن عمر، از عمر روایت شده است ان جبریل علیه السلام قال لنبی صلی الله علیه و سلم، این که جبرائیل علیه السلام بر محمد صلی الله علیه و سلم فرمود مل ایمان، ای محمد ایمان چیست؟ قال، پیامبر گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیر و شر. ابن عمر رضی الله عنه روایت می‌کند که جبرائیل علیه السلام با پیامبر فرمود ایمان چیست؟ و پیامبر گفت ایمان آن است که ان تؤمن بالله، این که به الله سبحانه و تعالی ایمان بیاوری، به فرشتگان او، به کتاب‌های او، به پیامبران او و روز آخرت و به تقدیر و نیک و بد آن هم ایمان بیاوری. جبرائیل گفت صدقت، راست گفتی. تاکید کرد این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را. این حدیث رو امام مسلم روایت کرده است. و همچنین قول پیامبر صلی الله علیه و سلم آمنت بالقدر خیره و شره و حلوه و مره. ایمان آوردم به قضا و قدر الله سبحانه و تعالی، خواه خیرش باشد و خواه شرش بدش باشد، خواه پنهان و خواه تلخش باشد، ایمان آوردم. روایت طبرانی. پس این حدیث از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه با چنین متن نقل شده است. گفتند که پیامبر صلی الله علیه و ایمان آن است که به الله، به فرشتگان، به کتابها، به پیامبران، به جنت و دوزخ و به قضا و قدر، خواه شرش باشد و خواه خیرش باشد، خواه شیرینش و خواه تلخش، ایمان بیاوری. و تحقیق این حدیث می‌فرماید که این حدیث دارای سندهای است، روایت‌های است که رجال آن کسانی که آن را روایت کردند مورد اعتماد هستند و این حدیث مورد اعتماد و قبول شده است. اما می‌فرماید که هنگام اقتباس آوردن از چنین حدیث ها بهتر است که با تحقیق علاوه‌ای از کتاب‌های حدیث شناسی رجال این حدیث به سوی رجال این حدیث مراجعه کرده شود. و همچنین من دعای نبی صلی الله علیه و سلم، از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم الذی علمه حسن ابن علی، آن دعایی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بر حسن ابن علی تعلیم دادن، یدعو به فی قنوت الوتر، اینکه حسن ابن علی در قنوت ویتر این دعا را بخواند و قینی شر ما قضیت، در یکی از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم که به حسن ابن علی نبیره او صلی الله علیه و سلم برای خواندن آن در قنوت ویتر تعلیم داده بودند و قینی شر ما قضیت، مرا از شر آن چیزی که قضا فرموده ای نگاه دار. این حدیث رو ابی داود در کتاب سنن از حسن ابن علی رضی الله عنه روایت کرده است. همچنین آن را نسائی و ترمذی در کتابهاشون آورده است و ترمذی گفتند که این حدیث خوب است، حدیث حسن خوب است و می‌فرماید که سند این حدیث از جانب محدثین معتمد با اعتماد نوشته شده است. بر سطح حسنه که خوب این حدیث بیان شده است. پس قضا و قدر از صفاتهای الهی به حساب می رود. الله چگونه که در قرآن می فرماید ان ربک فعال لما یرید، همانا پروردگار تو آنچه را می خواهد انجام می دهد. در سوره هود. اراده و سلطه او سبحانه و تعالی، یعنی هیچ چیز از اراده او سبحانه و تعالی، از دایره قدرت الله سبحانه و تعالی بیرون نیست و بیرون شده هم نمیتواند و هر عمل طبق خواست او سبحانه و تعالی رخ میدهد. او سبحانه و تعالی حاکم مطلق است و هر چی را که اراده کند عملی میکند. پس ایمان به قضا و قدر یکی از ارکان ششگانه ایمان به حساب می رود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث جبرائیل علیه السلام برای ما بیان کردند. ایمان این است که ایمان به الله بیاوری، فرشتگان، کتابها، رسولان، روز آخرت و تقدیر و نیکی بد آن و همچنین تقدیر خیر و شر بد آن ایمان بیاوری. روایت مسلم. پس خیر و شر در قدر، خیر و شر قدر از لحاظ تأثیر
از لحاظ تأثیر آن و عاقبتش بیان می شود. چون رسول الله صلی الله علیه و فرمودند با قدر ایمان آوردیم، چه خیری آن باشد چه شری آن باشد، چه شیرینی آن و چه تلخی آن. پس خیر قدر آنچه که فایده رسان و سودمند است خیر قدر، اما شر قدر آنچه که ضرر رسان یا آزاردهنده است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعای قنوت که به حسن ابن علی رضی الله عنه تعلیم دادن بر او آموزانیدن فرمودند که وقینی شر ما قضیت، یعنی ما را از شر آنچه که قضاوت کرده ای حفظ نما. پس حکمت در قضای شر، در قضای بدی. پس این قضا عمل الله سبحانه و تعالی است، همیشه خیر و حکمتند. قضای الله سبحانه و تعالی، این عمل الله سبحانه و تعالی همیشه خیر و حکمت است. مقضی آنچه قضاوت شده، نتیجه قضا هست که قضای الله سبحانه و تعالی همیشه خیر است و در مقضی هست یک نتیجه قضا. اما همین نتیجه قضا ممکن است که از نگاه انسان آن بد باشد. از نگاه آن انسان نتیجه قضا از نگاه انسان این ممکن است که بد باشد یا آزاردهنده به نظر برسد، اما دارای یک حکمت بلندی هست. مثلا قحطی یا که نبودن باران این ظاهرش بد است، شر است، ولی حکمت دارد، چون انسانها را به سوی توبه میخواند و از گناه و معصیت آنها را باز می‌دارد. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در خشکی و در بحر پیدا شد با سبب کارهایی که مردم انجام می‌دهند. یکی این فسادی‌هایی که در بحر و در خشکی و در بحر این بودست خود ما و شماست. لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون، تا آنها را بیچشاند عاقبت بعض عملهای خودشون را که با دست خود انجام دادن، لعلهم یرجعون، باشد که اینا با سوی الله باز بگردند، توبه کنند. پس قضا و قدر الله سبحانه و تعالی همیشه دارای حکمت الله سبحانه و تعالی است و آنچه که برای ما و شما شر به نظر میتابد در اصل یک وسیله برای بازگشت و اصلاح و توبه انسان هاست. از همین خاطر علما میفرمایند که این قضا شر مطلق وجود ندارد. در قضا شر مطلق کاملا شر باشد وجود ندارد و هر چی که الله سبحانه و تعالی خواسته است برای بشر دارای منفعت و حکمت است. پس ایمان به قضا و قدر کامل نمیشد مگر اینکه تصدیق 4 چیز را انسان در خود داشته باشد. اول ایمان به علم کامل الله. الله سبحانه و تعالی از همه چیز، چی عمومی چی جزئی، از ازل با خبر است. او سبحانه و تعالی از گذشته، از حاضر و آینده کاملا آگاه است. الله میفرماید الم تعلم بان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی الله یسیر. آیا نمیدونه که الله آنچه را که در آسمان ها و زمین است میداند همش در کتاب ثبت شده است و این برای الله سبحانه و تعالی به درستی که آسان است. سوره حج. اولا ایمان به علم کامل الله سبحانه و تعالی. دوم ایمان به آنچه که الله همه مقررات را ثبت کرده است، همه چیز کتابت شده است. بعد علم یعنی تمام مقادیر موجودات، تقدیرهای موجودات پیشکی در لوح المحفوظ ثبت شده است. الله میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هیچ مصیبت در زمین و در جسم شما رخ نمیدهد مگر آنچه که پیش از آفرینش شما در کتاب ثبت شده است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند همان الله سبحانه و تعالی مقادیر تقدیرهای آفرینش را 50,000 سال پیش از آفرینش انسانها در زمین معین کرده است. کتب مقادیر کل شیء، تقدیرهای تمام چیز را 50,000 سال پیش علیه کتابت کرده است.
سوم ایمان به اراده و مشیت الله سبحانه و تعالی. بدونیم که هیچ چیز در آسمان و زمین رخ نمیدهد مگر با اراده و مشیت الله سبحانه و تعالی. مگر با اراده و مشیت الله سبحانه و تعالی. و مشیت او سبحانه و تعالی، اراده او در میان رحمت و حکمت جریان می‌یابد، در حرکت است بین رحمت او سبحانه و تعالی و حکمت او سبحانه و تعالی. هر کی را بخواهد با رحمتش هدایت میکند و هر کی را بخواهد با حکمتش گمراه میسازد. الله میفرماید ان کل شیء خلقناه بقدر. همان ما هر چیز را با اندازه آن تقدیر کرده ایم یا که آفریده ایم. و الله میفرماید که و من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر کی را که الله سبحانه و تعالی برای هدایت را بخواهد قلبش را به سوی اسلام راهنمایی میکند. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. و هر کی را بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و فشرده میکند، تنگ میگرداند. و چهارم ایمان به آن چیزی که همه چیز آفریننده الله سبحانه و تعالی است، از آفرینش او سبحانه و تعالی است. همه چیز، هر چیز در آسمان ها و زمین مخلوق است و از آفرینش او سبحانه و تعالی است و هیچ خالق غیر از الله سبحانه و تعالی وجود ندارد. الله میفرماید و خلق کل شیء و قدره تقدیرا. و او همه چیز را، کل از لفظ عموم است، همه چیز را، هر چیزی که هست الله آفریده است و آن را با یک اندازه معین تقدیر هم کرده است در سوره فرقان. و اینجا الله میفرماید الله خلقکم و ما تعملون. الله شما را و کارهایی که شما انجام میدهید را آفریده است. پس ما مخلوق الله هستیم و عملهای من چیز مخلوق الله سبحانه و تعالی هستند. پس ایمان آوردن به قضا و قدر عبارت از اعتراف به علم کامل الله سبحانه و تعالی، به اعتراف به علم کامل الله سبحانه و تعالی و کتابت شده یا که ثبت تقدیرات تمام موجودات و اراده قوی او سبحانه و تعالی که او سبحانه و تعالی خالقیت مطلق را بر دست دارد. و همچنین این اعتقاد انسان را با توکل و رضا و صبر در برابر هر حالت زندگی راهنمایی میکند. این اعتقاد بزرگ. و سپس شیخ میفرماید که ولا نجعل قضاء الله و قدره حجة لنا في ترك الاوامره و اجتناب نواهیه. اما ما این قضا و قدر الله سبحانه و تعالی را بهانه برای ترک امرهای الله سبحانه و تعالی قرار ندهیم و دوری از نهیهایش نیز قرار نگردانیم. بل یجب علینا ان نؤمن، بل واجب است بر ما که ایمان بیاوریم و نعلم و بدونیم ان الله، بدرستی که این که الله سبحانه و تعالی باید ایمان داشته باشیم و بدونیم که الله سبحانه و تعالی با فرستادن کتابها و روانه کردن پیامبران برای ما حجت را برپا کرده است. به انزال کتب، با نازل کردن کتابها و بعثت رسول و رسولان. الله میفرماید که لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. به خاطر چی الله سبحانه و تعالی این کتابها را نازل کرد، این پیامبران را فرستانید تا مردم بعد از رسولان به الله حجت نداشته باشند. نگویند که برای ما رسول نآمد، برای ما هیچ کس نآمد، در گمراهی که اونا قدم زدن پیشه کردن در سوره نساء 65. پس ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی فرمان داد و نهی فرمود. تنها با فرمان الله سبحانه و تعالی اجرای اوامر او سبحانه و تعالی و دوری از نهیهای او سبحانه و تعالی. و او سبحانه و تعالی هیچ کس را بر گناه و معصیت مجبور نمی کند و هیچ کس را به ترک اطاعت هم وادار نمی سازد به نافرمانی. الله میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ کس را بجز توان او ما مکلف نکرده ایم. بیشتر از آن توانی که دارد الله را بر آن مکلف کردگی نیست. الله میفرماید که واتقوا الله ما استطعتم. شما از الله بترسید قدر آن توانایی که دارید. فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسید تا آن جا که توان دارید میتوانید، در سوره تغابن. و نیز الله سبحانه و تعالی میفرماید الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. امروز هر کس را بر آن چیزی که کسب کرده بود در این دنیا جزا داده می شود. لا ظلم اليوم، امروز بر هیچ کس ظلم کرده نمی شود. پس این آیه کریمه نشان میدهد که بنده اعمال و کسب دارد. چی فرمود؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. آن چیزی که تو در دنیا کسب کردی با جزای آن را در این دنیا خواهی دید و ظلم نخواهی شد، برای تو هیچ ظلم نخواهد شد. پس این قضا و قدر حجت برای گناه نیست،
حجت برای گناه شده نمیتواند. پس ایمانی حقیقی به قضا و قدر نمیتواند دلیل برای ترک اطاعت فرمان الله باشد یا که انجام گناهان باشد. چون یک مردمی هستند که برای این قضا و قدر حجت میکنند، اگرچند که همه عملهای انسان ها خواه طاعت و خواه گناه آفریده الله اند. الله اینا را آفریده است و این به هیچ وجه معنای آن را ندارد که گناهان یا که گناهکاران می توانند قضا را بهانه بکوبند. نمی توانند بهانه بکوبند، چون در قرآن و حدیث دلایل روشن و واضح وجود دارد بر اینکه قضا و قدر برای انجام گناه حجت شده نمیتواند، چون عملهای بنده به خود بنده نسبت داده می شود. الله سبحانه و تعالی عملهای انسان را به خود او نسبت داد و این اعمالهایی که ما و شما انجام میدهیم این را گفتم کسب خود شما هست. گفت الله فرمود الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، امروز هر نفس به آنچه که کسب کرده است انجام داده است جزا داده می شود. در سوره غافر. پس اگر انسان بر عملهایی که انجام میدهد اگر مجبور می بود و به آن عملهایی که انجام میدهد اختیار نمی داشت، این عمل بر اون نسبت داده نمی شد. همین گونه نیست. پس الله سبحانه و تعالی تنها بندگان را ما و شما را به کارهای امر میکند که در دایره توانایی ما انسان ها آن هست. الله برای ما و شما انسان ها کارهای را امر کرده است که قادر به انجام آن را داریم و ما و شما را از آن چیزهای منع کرده است که قادر به ترک آن را هم داریم. الله میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هیچ نفس را بیشتر از توانایی آن وظیفه دار نکرده است. فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسید قدر توانایی که دارید. پس تا جایی که قادر هستید از الله بترسید. در سوره تغابن. اگر انسان با آن عملهایی که انجام میدهد مجبور میبود، توانی عمل کردن یا ترک کردن رو نداشت دیگر، در حالی که انسان توانی عمل کردن یا که نعمل کردن رو در دست خودش دارد، مجبور هم نیستی. پس در این حالت برمیگردد که همین تفاوت بین عملهای اختیاری و مجبوری دیگر روشن میگردد. بین عملهای اختیاری و مجبوری دیگر روشن میگردد. پس هر انسان فرق را بین عملهای اختیاری و مجبوری درک میکند. همین نیست؟ هر انسان مثلا فرق بین آن که شخص به اختیار خود حرکت میکند، به اختیار خود حرکت میکنی، و آنچه که با زور مجبور کرده میشوی حرکت میشود. فرق بین اختیار و با زور هر دوش معلوم است، به طور واضح معلوم است. پس دیگری شیخ میفرماید که پیش از گناه انسان از تقدیر خود آگاه نیست. گناهگار پیش از صادر کردن گناه از آن چی که این عمل در تقدیرش نوشته شده است یا نه خبر کنه دارد، از این خبردار نیست. شیخ یک مثال زیبایی میارد، میفرماید که پس وقتی که دو راه درست و راه نادرست پیش روی تو قرار میگیرد، دو راه، یکی راه درست دیگر راه نادرست در پیش روی تو قرار دارد، پس چرا باید راه نادرست رو انتخاب نمایی؟ چرا راه نادرست رو انتخاب می‌نمایی و این رو میگی این قدر است، بهانه جویی میکنی؟ چرا راه درست رو انتخاب نکردی در حالی که برایت بیان است؟ پس آیا بهتر نیست که راه درست رو انتخاب پیش نمایی و بگی انا همین تقدیر من بوده است؟ چرا راه غلط رو خود انتخاب کردی و گفتی که چیز همین تقدیر من بوده است؟ چرا راه درست رو انتخاب نکردی؟ در این سخن راه درست رو انتخاب بگو، پس بگو انا همین تقدیر من بوده است. برای همین شیخ میفرماید که پیامبران برای بریدن انا همین بهانه‌ها فرستاده شدند تا که این بهانه‌ها قیچی شود، دیگر بهانه‌اش نجوید. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا برای مردم بعد از فرستادن پیامبران دیگر حجت نباشد. پس اگر قضا و قدر دلیلی برای گناه می بود، فرستادن این پیامبران برای بریدن این بهانه‌ها دیگر معنی نداشت، اما الله آنها را فرستاد. پس ان همین قضا و قدر نباید دلیلی برای سرکشی از امرهای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد، نباید این قضا و قدر برای انجام گناهان قرار بگیرد. پس انسان اختیار دارد و وظیفه دار است که راه درست را انتخاب نماید، زیرا الله سبحانه و تعالی برای راه درست را برای تو انتخاب نمودن پیامبران را فرستانید و کتابها را نازل کرد و شما را برای به سوی این راه راهنمایی کرد. انا همین قضا و قدر به معنای مجبور کردن انسان به گناه نیست، برعکس انسان دارای اراده آزاد است
و در نزد اعمال خود، عملهای خود مسئولیت دارد. و شیخ می‌فرماید که این مسئولیت با اقتدار و توان انسان بر چند نقطه زیرین واضح می‌شود. می‌فرماید و نعلم ان الله سبحانه و تعالی ما امر و نه الا مستطیع للفعل و الترک. الله انسان را با توانش مکلف کرده است. میدونیم که الله سبحانه و تعالی آنچی را که امر کرده است و از آنچه که ما را منع کرده است مگر شخص توانا که فعل آن کار را کرده میتواند بر آن امر کرده است و ترک آنچه که آن را ترک کرده میتواند الله تو را از آن منع کرده است. همین گونه نیست؟ پس الله انسان را به کارهای مکلف کرده است که در دایره توانایی انسان است، در دایره توانایی این تو بوده است. و انه لم یجبر علی معصیه، اینکه الله هیچ کس را بر معصیت مجبور نکرده است، بر گناه مجبور نکرده است و تو را هم مجبور نکرده است که گناه کنی یا که ترک اطاعت نمایی. الله میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هیچ نفس را بیشتر از تواناییش بر او وظیفه‌دار نکرده است. فاتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که قادر هستید از الله بترسید. این آیه های کریمه معنا میدهد که انسان اختیار کامل دارد در فعل امرهای الله و نهی دور جستن از نهی‌های سبحانه و تعالی. و میفرماید ابن قدامه که فدل علی ان للعبد فعلا و کسبا، این دلالت میکند که بنده دارای اعمال و کسب است، یعنی بنده عملها و کسب‌های دارد که بر نیکی آن پاداش و مکافات داده می شود و بر بدی آن جزا و مجازات داده می شود و هو واقع بقضاء الله و قدره، و این همه با قضا و قدر الله سبحانه و تعالی نیز رخ می دهد. الله می فرماید یوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، امروز هر نفس به آنچه که کسب کرده از پاداش داده می شود و به هیچ کسی هیچ یک ذره ظلم هم کرده نمی شود. پس این آیه کریمه، اگر ما در این آیه کریمه تفکر و تأمل نماییم که انسان بر اساس عمل خود پاداش میگیرد، عمل نیکش پاداش میگیرد. اگر عمل انسان مجبوری می بود پاداش یا که جزا معنی نداشت. همین گونه نیست؟ پس عملهای انسان با اراده و توان خود او انسان انجام می شود. اگر چنده که همه عملهای انسان از روی قضا و قدر رخ بدهد، آنها با اراده و اختیار خود انسان اجرا می شود و انسان برای آن عملهایی که انجام می‌دهد مسئولیت دارد. همان طوری که برای عملهای نیک پاداش میگیرد، اجر میگیرد، برای گناه مجازات داده می شود. پس انا همین قضا و قدر عدالت الله سبحانه و تعالی را خللدار هم نمی کند به هیچ گونه، چون قضا و قدر با عدالت و رحمت الله سبحانه و تعالی موافق است. چون الله سبحانه و تعالی هیچ کس را مجبور به گناه نمی کند و هیچ کس را از اطاعت فرمانبرداری خود منع هم نمی کند. برعکس بر هر نفر توانایی انتخاب بین اطاعت و گناه را داده است. انا همین مسئولیت و توانایی انسان نشان می‌دهد که قضا و قدر هیچگاه دلیلی برای گناه و ترک اطاعت فرمانبرداری الله نیست. نمی‌شود این دلیل شود، بلکه انسان وظیفه دار است که با استفاده از اراده خود راه درست را انتخاب کند، با آن عقل و هوش و درکی که الله برای تو داده است راه درست را انتخاب نمایی. زیرا همه این عمل‌هایی که تو انجام می‌دهی بر اساس آن عقل و هوش و درکی که و اراده‌ای که الله بر تو داده است انجام می‌یابد، گرچنده که این در دایره علم و مشیت الله سبحانه و تعالی هم صورت بگیرد. پس بین خلقی عمل‌های بندگان، بین آفرینش عمل‌های بندگان از جانب الله سبحانه و تعالی و کسب کردن آن برای انسان، فهمیدین؟ فرق بین عمل‌های آفرینش عمل‌های بندگان از جانب الله سبحانه و تعالی و کسب کردن آن برای انسان. پس چگونه عمل‌های بنده به الله نسبت داده می شود؟ عمل‌های بنده به الله نسبت داده می شود و برای انسان این کسب کردن آن عمل. پس صفات انسان مخلوق است، صفات‌های انسان مخلوق است. هر صفتی که انسان در خود دارد این آفرینش الله سبحانه و تعالی مخلوق است. عمل‌های انسان، عمل‌هایی که ما هست، این از جمله خود ماست، این صفات‌های ماست و این رو الله چیز برای ما آفریده است. همین گونه نیست؟ بله. و تمام صفات‌های انسان مثل خودش است، مثل خودش مخلوق الله است، آفریده الله سبحانه و تعالی است.
پس عمل انسان تنها وقت صورت میگیرد که اختیار، یعنی که خواهش و قدرت قابلیت داشته باشد. عمل انسان هنگام صورت میگیرد که اختیار، یعنی که خواهش خود و قدرت قابلیت توانی آن را داشته باشد. پس انا همین اختیار و خواهش، همین قابلیت و قدرت هم در اختیار و قدرت الله سبحانه و تعالی است. فهمیدین؟ پس الله انا همین اختیار و انا همین قدرت را آفریده است در تو. پس انسان همان عمل را، همان کار را با اختیار و انتخاب خودش انجام میدهد. اگر مثال ها بیاریم، صدها مثال در ذهن ما میاد. هر کاری که تو انجام میدی به اختیار خودت است، مجبور نیستی. اگر یک مثال زنده بیاریم، حاضر همینجا شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، الله برایشون جزای خیر بدهد. شما با اختیار خود اینجا آمده، کسی شما رو مجبور نکرده است. همین گونه نیست؟ این راه علم، آموزش علم رو اختیار نموده، این رو کسی رو مجبور نکرد، چون خود توان اختیار داری. باز در بالا گفتیم خواهش داری و قدرت قابلیت آن را داری که اینم از فعل الله سبحانه و تعالی است، بر تو آفریده شدیم. و گفتیم که انسان عمل را با اختیار و انتخاب خودش انجام میدهد. برای همین عملی که انسان انجام میدهد با سوی انسان نسبت داده میشود، با سوی انسان، با سوی خود انسان نسبت داده میشود. او برای او عمل نیکش که انجام میدهد پاداش میگیرد، برای عمل بدی که انجام میدهد جزا میگیرد. پس در اینجا، در این مسئله قضا و قدر، در مسئله قضا و قدر، مردمانی هستند که این را مخالفت مینمایند. کسانی هستند که این قضا و قدر را چیکار مینمایند؟ مخالفت مینمایند. اولا جبریه میگویند. و جبریه آن کسانی هستند که میگویند که بنده مجبور است و اختیار هم ندارد. این گونه مردم طایفه هست، بنده مجبور است و اختیار هم ندارد. که ما با این جواب گردوندیم، ولی که درش باز میآورد شیخ میفرماید که جواب آنها عمل به انسان نسبت داده شده است. کل نفس بما کسبت رهینه، قول الله سبحانه و تعالی در سوره مدثر. هر انسان گروگان آن چیزی است که انجام داده است. هر نفس، کل نفس، هر انسان بر آن چیزی که کسب کرده است گروگان آن چیز است. پس اگر انسان مجبور می بود، نسبت دادن این عمل برای او درست نمیشد. چگونه یک کار را که انسان نکرده است تو برای این کار را نسبت میدهی؟ این از ظلم است. کار را که انسان انجام نداد تو را برای چیز او را برای نسبت میدهی، این از ظلم حساب نمیشد. پس فرق بین عملهای اختیاری و مجبوری در اینجا معلوم است. هر انسان میدوند که فرق بین عملی که اختیاری انجام داده است و عملی که مجبور شده است، مجبور کرده شده است. این یکم بود. جبری ها چی گفتن؟ بنده مجبور است و اختیار ندارد و نمازی که میخواند و گناهی که میکند بر این مجبور است و حتما باید این کار انجام بدهد، مجبور است. ولی که این سخنشون باطل است، اساس ندارد. سپس قدریه میگویند. قدری ها بهش میگه عملهای انسان پورا با اختیار خود اوست و الله در این عمل انسان هیچ دخالت ندارد، هیچ کاری ندارد. برعکس جبری ها گفتند. و الله میفرماید که الله خالق کل شیء، الله آفریدگار، آفریننده همه چیز است. پس اعمال ما و شما را در بالا بیان کردیم، الله آفریده است. والله خلقکم و ما تعملون، الله شما را آفرید و آن کسبی که شما، آن عملی که شما انجام میدید، آن را هم الله آفریده است. پس ارادت الله سبحانه و تعالی و اختیار الله سبحانه و تعالی همه جانبه است. هیچ چیز بیرون از ملک او سبحانه و تعالی صورت نمیگیرد. هیچ چیز از ملک او صورت نمیگیرد، از اراده او صورت نمیگیرد، بیرون از ملک و اراده او. پس قسم‌های اراده الله سبحانه و تعالی و فرق بین آنها، قسم‌های اراده الله سبحانه و تعالی و فرق بین آنها. پس اراده اول اراده کونی میگویند، اراده کونی، اراده ازلی. پس اراده کونی این همان مشیت، یعنی همان اراده است که حتما انجام می شود، که این اراده خواه آن را الله دوست بدارد، خواه دوست ندارد. چی آن اراده آن کاری که انجام می یابد، خواه آن را الله دوست بدارد، خواه دوست ندارد، این کار حتما انجام می یابد، می شود. مثال الله می فرماید که فما یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کسی را که الله بخواهد هدایتش کند، از برای قبول کردن حق دلش را برای توحید ایمان میکشاید. و ما یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا، و هر کسی را که خواهد الله سبحانه و تعالی گمراه کند، از قبول کردن حق قلبش را چنان تنگ میکند که از شدت و سختی تنگی
نفسش گویا به آسمان بالا میره. پس اراده کونی میتواند چیزهای دوست داشته الله، یکی چیزهای دوست داشته الله را در بر بگیرد، مانند نیکی، و چیزهایی که الله اصلا آن را پسند نمیداند، چیزی که دوست نمیدارد، مانند گناه، و که با این اراده کونی این فعل انجام مییابد. فهمو؟ اراده کونی میگویند. اما اراده قسمت دوم اراده شرعی میگویند. اراده شرعی، این اراده به معنای دوستداری و رضا است. به معنای دوستداری، دوست داشتن و رضا، راضی بودن است. و این همیشه با چیزهای رابطه دارد، ربط دارد که الله آنها را دوست می‌دارد. اراده شرعی. الله یرید ان یتوب علیکم، الله دوست می‌دارد، می‌خواهد که توبه شما را قبول کند اگر به سوی او باز بگردی. پس در این اراده، در آنچه که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد، این را در این اراده حتمی نیست که آن چیزی که الله دوست می‌دارد انجام شود. آن چیزی که الله دوست می‌دارد و می‌خواهد آن انجام شود. مثلا الله می‌خواهد که انسان‌ها الله را اطاعت کنند، اما بعضی از کسان نافرمانی می‌کنند، اطاعت نمی‌کنند، که بسیاری از مردم. پس فرق بین اراده کونی و اراده شرعی در چی هست؟ پس فرق بین اراده کونی و اراده شرعی در چیست؟ پس اراده کونی حتما انجام می شود. انا همین اراده کونی ممکن است که چیز ناپسندیده الله باشد، اما اراده شرعی همیشه دوست داشته الله است، اما حتمی نیست که آن انجام بیابد. پس در آخر جمع کردن بین خلق الله، آفرینش الله و کسب انسان معنای آن را دارد که انسان با اراده خود عمل میکند. انسان با اراده خود عمل میکند و برای آن عملهایی که انجام میدهد جوابگر است. پس انا همون اراده و هم قدرتی که برای انسان داده میشود، خود همین اراده و قدرت این مخلوق الله است، آفریده الله است که کسب بنده صورت میگیرد. پس این یک ترازی عدالت الله سبحانه و تعالی است که نشان میدهد که همزمان اختیار انسان در این ثابت است. انسان در این اختیار دارد در عملش. چون یک مثال زیبایی آورده، انسان برای انسان دو راه پیشنهاد کردن می شود، یکی شر، دیگری خوب، نیک. کدامش رو انتخاب نمایی؟ خود کو اختیار داری. تو کسی مجبور میکند که نماز نخوان؟ نه، خود اختیار کردی. این از کسب خودت هست. امروز که در این محفل آموزش علم آمدی، اختیار اینجا با اختیار خود آمدی، با اراده خود آمدی، ولی که کونن الله این را بر تو کتابت کردگی بوده است. کونن این عمل باید حتمی، باید شدنی است و شده ایستاده است، ولی که شرعاً چیز این در شرعاً این اختیار در خود تو هست که این عمل رو انجام میدهی یا که انجام نمیدهی. فهمو؟ امیدوارم که مسئله برایتون روشن شده باشد. کسی سوال داره در این مورد؟ در اینجا این موضوع و قضا و قدر از این کتاب مبارک از لمعة الاعتقاد به انجام مییابد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.